سلام، من شلاله هستم و اینجا در مورد کتاب‌هایی که میخونم صحبت میکنم. برای قسمت ششم از این مجموعه کتاب خال هندو اثر مسیح الله فرامرزی رو انتخاب کردم. این کتاب مجموعه داستان کوتاه فارسیه که در سال 1384 توسط نشر نوید شیراز منتشر شده. داستان اول به نام دوچرخه تنها داستانی از این مجموعه داستان بود که من به عنوان یک داستان تونستم بپذیرمش. بقیه داستان‌های این مجموعه رو در قالب یک روایت می‌بینم تا داستان و حتی این روایت هم یک روایت ادبی و خاص نیست. داستان دوم به نام میلاد داستانیه که در اواسط اون راوی تغییر پیدا میکنه بدون اینکه نویسنده تمهیداتی رو برای این تغییر اندیشیده باشه و مخاطب رو ازش آگاه بکنه. این تغییر راوی به عنوان یک مخاطب خیلی توی ذوق من زد و به نظر میاد که بی‌نظم نوشته شده. البته این تغییر راوی و بی‌نظم نوشته شدن دیالوگ ها در اکثر داستان های این مجموعه متاسفانه وجود داره و با توجه به اینکه داستان های این مجموعه در قالب سبک رئال هستن نه سورئال، این تغییر راوی و بی‌نظمی دیالوگ ها هیچ توجیهی نداره و متاسفانه از این لحاظ خوندن این داستان ها لذتی نداشت که هیچ مخاطب رو به نظرم از این لحاظ سردرگم و حتی عصبانی هم میکنه. داستان اول این مجموعه به نام دوچرخه یک حسی از نوستالژی رو داره و در کل در بین این مجموعه فقط یک عنوان، یک به اصطلاح داستانی که تونستم به عنوان داستان بپذیرمش و تا حدودی نسبت به بقیه داستان‌ها تر و تمیز نوشته شده بود، همین داستان دوچرخه بود که یک حالتی از نوستالژی رو داشت و در مخاطبانی که زمان و مکان و شرایط مربوط به داستان رو تجربه کردن میتونه شیرین و نوستالژیک باشه. این مجموعه داستان و در کل این کتاب متاسفانه دارای غلط‌های املایی و نگارشی فراوانی هست که این توی ذوق مخاطب میزنه دیگه. مخاطب احساس میکنه که براش احترامی قائل نشدن و متاسفانه این غلط‌های نگارشی و املایی خیلی فراوانه، بی‌نظم نوشته شده. بیشتر داستان‌ها بیشتر روایت هست، اون هم یک روایت کاملا عادی، یک تعریف خاطره کاملا عادی هست تا اینکه داستان بشن. نویسنده نتونسته اون چرا که در ذهنش بوده، اون تجربه ها و خاطره ها و احساسات و افکاری رو که داشته در قالب داستان بیان کنه. حتی یک روایت جمع و جور و یک تعریف خاطره جمع و جور و شیرین و دلچسبی هم نیستن. یک نکته دیگه حالا از معایبش گفتیم. یک مزیتی که به نظرم رسید اینه که همونطور که گفتم توسط نشر نوید شیراز منتشر شده و داستانها تم شیراز رو دارن، بیشتر در مکان شیراز اتفاق افتادن. به خاطر نزدیکی شیراز به جنوب ایران رفت آمدهای اهالی این دو منطقه به یکدیگر بیشتره و این رفت آمدها در بعضی از داستانها هم منعکس شدن که از این لحاظ میتونه برای اهالی این دو منطقه نوستالژیک و شیرین باشه. امیدوارم در اپیزودهای بعدی با کتاب‌ها و آثار بهتری به سراغ شما بیام. تا اپیزود بعدی، با امید دیدار.